Додгоҳи олии Тоҷикистон аризаи даъвогии Каромат Шарифов раиси Ҷунбиши муҳоҷирони кории тоҷикро бо судури ҳалномаи худ бетағйир гузошт. Ин ҳомии ҳуқуқ мегӯяд нисбати қарори мазкур норозӣ аст. Мирзонабии Холиқзод дар як сӯҳбати вижа аз Каромат Шарифов дар бораи иқдомҳои баъдиаш суол кард. Баъд аз суди олии раёсате ки президиуми суди олии верховни суди Тоҷикистон суди олии اینم هست که یک بازیچه میشود ولی اون فاکتوری که وارد اولی ما فکر کنیم همین نادرست است. خطا به رقم‌ها رو درست کنید. همه دلایل ما بودن که همین سود حل میکرد. این شهروند نیست. هر چندان که زاده تاجیکستان بود این شهروند نیست. چون که زاده جمهوری تاجیکستان وای نیست. دیدن که بعد از این موافق تمام طلباتی که هست دنیوی باید بر رئیس سود پرزیدنت سود ورخوان تاجیکستان اینا ما میگذاریم. این مولاتای دو ماه ممکن 3 ماه گذرد. اینا ممکن است در بین 10 روز بینن. پس از این که وقتی که ما با همه این حجتایی که هست با وکیلانی خود که در اروپا هستند، اروپا برای تاجیکستان این قسم اروپایی حساب نمیخورد و КПЧ это комитет по правам человека, комитет حزب انسان در نزد آن و در حمایت انسان که در آنجا مثلا که صدها مراجعتنامه تاجیک‌ها هستند، آنها هم انتظار این هستند که در آنجا ما همش میگذاریم. همه دلایلی که بود رفتن و اساس این آدمفروشی است. فروختن یک شهروند بیگانه به تاجیکستان. یعنی هدفتون چی است با این مراجعات ها؟ شما باز میخواید برگردید به روسیه؟ استوریا سوال میتونم. من میتونستم در روز اول اومدن همه انتظار بود تاجیکستان که یگان بحث بنگذارد. من از روز اول گفتم که ملت من در حالت وضعی است. ملت من از همه ملت پایمال شده امروزه در دولت روسیه همچون دولتایی که در اسنگ هستند. سابق اسنگ بزنم. من همین موندم گفتم در حالت تجاوز دختر تاجیک و تورمه پرتافتن سترودی که پلیس روسیه برآوردن جمشید بردام کردن تاجیک دیگر حالتایی بودن که سودا بودن ندادن مزد کاری اونو نسبت حبسخانه ها پیتکایی که میگم میذاریم زیاد بودن و اگر امروز کرامت شریف در چنین حالت میموند ممکن بعد از 1 سال 2 سال بگیم چرا اون خاموش شد. برگشتن من معنی ندارد که من برگشتم که یک روسیه دولت زیباست، دولت بایترین است. من دولت نفقه میگم نه برگشتن من فرماندن اساسا به سابق دولت‌های اسنگی و خودم به رهبریت روسیه به امروزه سیستمی که تاجیک برگشت. بسیار مهاجرانی که از روسیه برمیگردند در صحبت‌ها با ما میگن که بودن کرامت شریفov در روسیه با سودی شهروندان تاجیکستان مهاجران تاجیکستان است. اینهایی که برمیگردند نزد شما میبیان با شما صحبت میکنن ملاقات میکنن مشکلشون رو با شما در این جمع در میان میگذارن. وا میخریم با قسمای سایتی بسیارشون و قسمای اینترنتی ما جواب سوال کلان داریم. همون سوالی که در روسیه بود مرا میزنن مرا میکوبن بلیتی مرا اگر خبر به نزدیکی چندین بدبخت‌ها از تاجیکان در روسیه یک فیرما شدن با نام با دستگیری کرامت شریفov برای برگشتن کرامت شریفov نرخ بلیت ارزان شد. آنها فروختن فریب دادن آنها اومدن ما مراجعتنامه نواری کردیم با ویدیویی این هم گذروندیم با دستی نوشته گذروندیم. چرا حکومت تاجیکستان نماینده بعد پیش این کار نگیره؟ کرامت شریف در خود تاجیکستان است.